وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. در بحث ایمان به الله متعال ما اول باید با تمام وجود احساسش کنیم. ایمان به الله متعال رو، خود الله متعال رو باید احساس کنیم، باید بهش برسیم. نه که فقط یک چیزی شنیده باشیم یا ارث برده باشیم یا در شناسنامه ما نوشته باشن که آقا بچه مسلمانه، باباش مسلمان بود، مادرش مسلمان بود، با دنیا اومدیم دست ما رو گرفتن بردن مسجد، گفتن بگو الله، ما گفتیم الله. وقتی به دنیا اومدیم در گوش ما اذان دادن، الله اکبر گفتن و همینجوری. نه، اینو ما باید با تمام وجود احساسش کنیم. به همین خاطر وجود الله متعال یکی از مسائل اصلی است در ایمان به الله متعال. باز ما اولین مسئله‌ای که باید مد نظر ما باشه خود وجود الله متعال رو ما باید احساس کنیم. ما باید این مسئله برای ما ایمان به وجود الله متعال، یعنی باور به وجود الله متعال، اعتقاد به وجود الله متعال رو ما باید تجربه کنیم. ما باید با الله زندگی کنیم. ما باید با الله در زندگیمون دوست بشیم. ما باید با الله رابطه پیدا بکنیم. ما باید با الله متعال اون رابطه بندگی و معبودی که هست، رابطه مخلوق و خالقی هست، رابطه محبوب و محبی که هست باید داشته باشیم. دو نفر از انسان‌هایی که عاشق هم میشن چطور به هم علاقه دارن، رابطه دارن، چطور به فکر همن، چطور به یاد همن، چطور همیشه وقتی که اسم یکی پیش اون ذکر میشه میبینیم که این لباش قنچه میزنه و این گونه ها میشکفه و خوشحال میشه، در دلش یک احساس ایجاد میشه. حالا داخل پرانتز یک ضرب مثل روسی هست، میگن که اگر نام یک کسی رو پیش شما گرفتن و دل شما تکون خورد بفهمید که عاشقید به اون شخص. و الان این معنا رو ما خیلی زیباترش رو الله متعال در قرآن مطرح میکنه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام الله تعالی گرفته میشه دلشون میلرزه. این همون احساسه، اون محبت است. این از کجا ایجاد میشه؟ چطور ایجاد میشه؟ این اولش با اصلا خودش باید وجودش رو ما باید احساس بکنیم. اول باید وجودش رو درک بکنیم. از ذکر کردیم که مسئله فطرت مهمترین مسئله است که بلا استثنا هر انسان روی زمین این حقیقت رو نسبت بهش باور داره. بحث فطرت اون نیروی درونیه که الله متعال در درون هر انسانی گذاشته که نسبت به الله تعالی باورمنده، که این نیرو بر اساس گذر زمان و با تربیت هر بچه‌ای که به دنیا میاد بر اساس این فطرت به دنیا میاد. یعنی اگر بچه‌ای به دنیا بیاد و دور بری‌ها کاری بهش نداشته باشن، این فطرت خود به خود اون رو به اسلام میرسونه. و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هر بچه‌ای که به دنیا میاد بر فطرت اسلام به دنیا میاد. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این پدر و مادرش ان اون رو مسیحی، یهودی یا مجوسش میکنن. نفرمود که این رو میان چیکار میکنن؟ مسلمونش میکنن. نفرمود که پدر و مادرن که مسیحی یا یهودی یا مجوسی یا مسلمان میکنن، چون مسلمان هست، چون باورمند است. بچه که به دنیا میاد ذاتش این گونه هست، اما شیطان قسم خورده که نگذاره به هر حال به مسیر مستقیم بره و سر راه انسان گردنه ها میگذاره. این اون فطرتی است که الله متعال میفرماید فطرت الله التي فطر الناس علیها. این اون برنامه‌ریزی اصلی که وجود ما بر اساس اون هست، درباره‌اش صحبت کردیم. این فطرت یک ویژگی مهم داره. خلاصه صحبت کل برنامه گذشته ماست که این فطرت در شادی‌ها و در نعمت‌ها، علی خصوص در فراوانی نعمت، وقتی که ما انسان به هر حال همه چی خوبه براش، همه چی دماغش چاقه، شکمش پره و کیفش کوکه و برای همه چی برابره، اون موقع متاسفانه این فطرت یک کمی به حاشیه میره، یک کمی این فطرت غافل میشه از اون اصلی که هست. اما وقتی که در مصیبت‌ها و مشکلات و مصائب میرسه انسان، وقتی که در کوارث، وقتی که در مصیبت‌های بسیار بزرگ، وقتی که در منجلاب گیر میکنه، در باطلاق و امید انسان از همه قطع میشه، یک دفعه میایم میبینیم که این فطرت خودشو نشون میده. این فطرت میاد بیرون و این فطرت فریاد میزنه و الله متعال رو برای ما به تصویر میکشه و ایمان میکنه به الله متعال، که به تعبیر بسیار زیبایی در سوره مبارکه یونس الله متعال در آیه 20 میفرماید اون کسی است که شما رو در
والذی یسیرکم فی البر والبحر، و اون کسی که در زمین خشک شما رو به حرکت در میاره، حتی اذا کنتم فی الفلک، شما در کشتی که هستید، و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها، خیلی خوشحالن، در کشتی نعمت‌ها هست، باد آرام و ملایمی در حال وزیدن هست، موج دریا با زیبایی‌ها، کشتی هم وقتی که در آب حرکت میکنه از اطراف باز یک صحنه بسیار زیبایی به تصویر میکشه، آب وقتی که پخش میشه به سمت این طرف اون طرف، انسان لذت میبره از این صحنه. مرغ‌های دریایی بالا سر انسان هست، تا افق انسان آب میبینه و اگر نیمچه ابری هم باشه این زیبایی دو چندان میشه، یک نسیم خنک بهاری هم که کلا دیگه این زیبایی رو صد چندان میکنه. و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتهم ریح عاصف. یک دفعه یک طوفان میاد، همه این چیزها رو به هم میزنه. یک طوفان میاد، ابرها میان، تاریک میشه، سیاه میشه، طوفان میاد، رعد و برق میاد، موجهای خطرناک میاد و الله متعال میفهمد که وقتی که این موج میاد و جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم قد احيط بهم، اینها مطمئن میشن که الان دیگه در منجلاب گیر کردن، دعوا الله مخلصین له الدین، الله متعال هر جوری شده داد میزنه و فریاد میکشن. این بحث فطرت. یکی از دلایل اثبات و حقانیت وجود الله متعال همین وجود انسانه. ما باید بشینیم تفکر بکنیم، هر کسی که فکر میکنه این چه نیرویه. ما انسان ها خود به خود اینطوری خلق شدیم. چطور بچه وقتی به دنیا میاد خود به خود میدونه که بعد سینه مادر رو به دهان بگیره و این حرکت حتی مکیدن، و از کجا میدونه که بعد اینجا شیر بخوره؟ حتی اگر انگشت آدم دم سمت دهن بچه بکنیم وقتی به دنیا میاد، انگشت انسان میگیره شروع میکنه به مکیدن. این حرکت مکیدن رو کی بهش یاد داده؟ کی به این یاد داده که تو باید بمکی؟ کی بهش یاد داده که هر وقت نیازی داشتی یا دردی داشتی یا گرسنه یا تشنه شدی گریه کن؟ کی بهش یاد داده؟ ما که بهش نگفتیم. بگم هم نمیفهمه از مادر وقت. پدر و مادرم که دم وقتی که بچه حامله است در شکم، مادر بهش نمیگه پسرم به دنیا اومدی گریه کن، به دنیا اومدی بس سینه‌مو بگیری به دهن، یا بابام بهش بگه پسرم وقتی اومدی مستقیم اگه من نبودم با مادرت هست و شیر بخور. اینها رو کی به وجود انسان میگذاره؟ اینها همون اگر ما بشینیم، مشکل ما اینه که در این مسائل وقتی که درباره الله و تفکر الله صحبت میشه از بس مشغولیم، از بس ذهن ما مشغول به سریال ها و فیلم ها و فیلم های داستانی و سریالی و قصه ها و مشکلات زندگی و امرار معاش و درگیری با این و با اون و با این و با اون. اصلا فرصت نمی کنیم بشینیم تفکر کنیم، فرصت نمی کنیم، یعنی از بس مشغولیم، از بس خودمون رو غرق کردیم در این دنیا. اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک گوشه‌ای میرفتن تشریف میبردن غار حرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه که اون موقع در 1400 سال پیش نه برقی بود و نه آب آنچنانی بود و نه گاز و تلفن و نه اینترنتی و نه موبایلی و نه این گوشی‌ها بود و نه این فیلم‌ها و تلویزیون‌ها بود، یعنی زندگی خیلی ساده‌ای که در یک روستاهای امروزی ما بدون این امکانات شاید هنوزم نشه تجربهش کرد. بازم می‌بینیم که ایشون قبل از نبوت میرفتن به غار حرا. کجا میرفتن؟ به غار حرا. یک گوشه‌ای. برای چی میرفت رسول الله صلی الله علیه و آله به غار حرا؟ اینا همه مقدماتی برای شروع یک حرکت عظیم، برای شروع یک دعوت ایمانی بزرگ. اینا همه یک مقدمات. این چیه؟ این همون فرصت اون خلوت کردن انسان نیاز داریم. ما همه ما انسان‌ها برای اینکه به این درجه های ایمانی برسیم باید خلوت کنیم با خودمون. باید بریم یک گوشه بشینیم، باید بریم یک گوشه، نه اون خلوتی که بعضی‌ها از دنیا میبرن و میرن و غارنشین میشن. بله رسول صلی الله علیه و سلم به امر الله متعال این کارو کرد، اما الان دیگه وقتی که رسالت شروع شد دیگه نرفت تو غار بشینه. بعد از اینکه در رسول صلی الله علیه و سلم رسالتشون شروع شد در 23 سال همیشه در بطن جامعه بود. اما به ما یاد داد که برای اینکه شما اگه بخواید به ایمان برسید با خودتون خلوت کنید، یک گوشه‌ای بشینید فکر کنید. این فرصت در یک جای یک گوشه‌ای ما باید بشینیم به دور از همه این هیاهو و این سر صدا. یک فیلم سینمایی تا 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت ذهن انسان رو مشغول میکنه بعد از خودش. معنی یک فیلمی که طرف دیده سر و صدا، این کجا فرصت پیدا میکنه که بشینه درباره الله متعال بعد از فیلم فکر کنه، بشینه فکر بکنه همش درباره صحنه‌های فیلم تو ذهنش هست. یک وقت‌هایی باید بگذاریم برای این کار، باید یک وقت‌های اختصاص بدیم و تفکر کنیم و تعقل کنیم و به این نتایج برسیم. الان در این باب وقتی که ما میام نگاه میکنیم، فطرت رو ما در وجود خودمون داریم، ندای درونی، یک ندایی که از داخل هست. این به ما خیلی کمک میکنه در بار ایمانی که بعداً ما میتونیم کسب بکنیم. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران
وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني